سلام بچه‌ها، حالتون چطوره؟ امیدوارم حالتون خوب باشه. ویندوز یه آپدیتی داره که اسمش 25H2. میشه گفت ویندوز داره کامل‌تر میشه. تو این آپدیت انگار یه سری کارهای مثلا ریزه‌کاری ویندوز مثلا بهبود یافته و بهتر شده، مثل انیمیشن ها نرم‌تر شده، دارک مود بهتر شده، بعد یه سری تغییرات دیگه که توی ویندوز هستش مربوط به کوپایلر میشه. و اینکه امنیت و پایداری ویندوز خیلی بهتر شده. نصب این آپدیت و فعال کردن این آپدیت خیلی ساده است. با یه فایل کوچیک نصب میشه، بعد یه ریستارت میکنین و میتونین از ویندوز 11 تون استفاده کنین، نسخه 25H2. بریم یه سری من از این قابلیت های ویندوز 11 رو بهتون نشون بدم که تازه توی این آپدیت اومده. یکیش مثل این که وقتی فایل رو جابجا میکنین دیگه به صورت مشکی در میاد، مثلا تم دارک در میاد. مثلا من این کپی کنم، کنترل پیستش، فایل سنگین تر بندازم. ببینید دیگه مشکیه، مثل قبل نیست سفید باشه. این چه قشنگ، تم دارکش اوکیه. خب از این بگذاریم. فعلا یه ایموجی هم اضافه شده به پایین دسکتاپمون. ببینید مثلا وقتی متنی رو بنویسی این آیکون ظاهر میشه، مثلا دیگه نیاز کلید ترکیبشو بزنید. خیلی باحال شده به نظرم. یه ویژگی خیلی خفن‌تر که من خودم خیلی باهاش حال کردم اینه، ببینید آیکونا اینجا دسته‌بندی میشن، خیلی خفنه. اینجا گوشیتون اضافه میشه آیتمش، اگه به کانکت کرده باشین به گوشیتون و به مایکروسافت اینجا وصل میشه. بعد اینجا چند تا گزینه داره توی ویو این فهرست. مثلا میتونید به صورت لیست باشه، مثلا بیارین برنامه‌تون رو اینجا انتخاب کنین قشنگ، یا میتونیم به صورت اینطوری باشه، مثلا فقط حروف اولشون مثلا با هم هماهنگ باشه اینجا میاره. مثلا ببینید ادوب، نمیدونم ادوب فلان، ادوب فتوشاپ، یا مثلا ماشین حساب، کامرا، کپکات، کوپایلر. ببینید مثلا به صورت مثلا حروفی دیگه. ببین خب بهترینش همینه دیگه، مثلا به صورت چی میگم بهشون گروپ باشه. خیلی برای من جالب بود این آپدیت ویندوز، واقعا خیلی لذت بردم. خب برای اینکه آپدیتش رو فعال کنیم باید چی کار کنیم؟ من براتون یه لینکی گذاشتم زیر بیو، وارد اون لینک میشین، بعد لینک رو دانلود میکنین. لینک که براتون گذاشتم اسمش 25H2. خب میاد اینجا اینا رو فعال میکنین. گزینه یک رو میزنید، چون من قبلا زدم دیگه نمیزنم. این یه رو میزنید، بعد میاد گزینه دوم یه رو میزنید، چون من اینا رو انجام بدم یه نو رو میزنم. بعد به ترتیب شما 1 تا مثلا 3 بیایید، 1 2 3، بعد یه ریستارت میکنین، تمام میشه. وقتی ویندوزتون دوباره میاد بالا اینا براتون فعال میشه، این ایموجی براتون فعال میشه، تم دارک مود کامل تر میشه. همین دیگه. امیدوارم که خوش و خرم و سلامت باشید. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.